کل هموطنان عزیز، امیدوارم که یکی شما خوب و صحت و سلامت خانه آباد داشته باشید. انا دیروز دینه یک خبر پخش شد که رئیس ولایت خودمختار بدخشان یعنی به صدمه دچار شدن از این دنیا خود و زنی و فرزند و معاون و از آن جمله راننده او از این دنیا رفتن. انا من اول باور نکردم، واقعا من گفتم تا کجا این چیز باشه. البته که بعضن حالت ها امام علی مرد، رستم مرد یا فلانی مرد، بسیار این چیزا چاپ می شود فیکی. و بعدا کمی بعد در سایت های رسمی حکومت گویم این چیزها برآمد و تصدیق شد که این حالت راست است. و پیش از او یک نوار برآمده بود که تا رقم دولتی را نشان میداد. واقعا رقم دولتی بود، یعنی با زبان روس میگن گوسنامر. انا گفتی همون مردم قشلاقا میگن که علانه و بیلانه همین وزارت خست. وزیر گفت که سرعت حرکتش بلند بود، اداره کردن نتونست. حالی یگان تفتیشات یگان چیز نشیده، اینو تمام فالبینا را محکم کردند و فکر کنم که همین کسب کار فالبینی را همین وزارت ما گرفته از امنیت ما. حالا هیچ چیز معلوم نیست، حالا هیچ خبر نیست. گفتن که سرعت حرکت بلند بود، اداره کردن نتونست، از عهده اداره ماشین برآمده نتونستن، اینا به دریا رفتن. اولا که سوال با یک حکومت میآید که یعنی همون منطقه‌ای که حالتی که همون حالت داره، ما هیچ یک نشون نبینه لبای راهی که مثال جای خطر داره چقدر محکم است با آهن و با چیزهای گویم تجهیزات که قدر محکم است که اگر هر چند بیای اگر او طرف گذشته نمیتونی، یعنی همین جمعنت میکنن. ببینین اول بیتون موندگی است، بعد بیتون آهن موندگی است، یعنی که خیلی گویم که همون جایهای با زبانی اگر روسی گویم پست اوچسکه ها، یعنی حتی که این نمود دیوارهای آهنی گرفتگی هستن که از اون طرف می اومدگی خبرات ایست گذشته نرم. یعنی کل همین جایها بگیم که مستحکم شدگی هستن. هر یک خطر بگیم که گفتیم قبل روزا که مکسیمالی کم کرده که حالت نشد. اما ما دیدیم همون لب راه است که یک دونه یک سیتکه کشیدگی هستن، یک سیمخور است فکر کنم، خاطر سرحد هیچ چیز نداره. و چیز دویمی که همون منطقه که من از عالم مجازی ها در اومدم همون منطقه ها را جستجو کردم، در اونجا تست های کردن نمیشه. یعنی حالتی همون گویم راه ناخوب است. کج کلیت ها داره، کج کلیت داره و چخور پستی داره. یعنی نمیشه در اونجا تیز های کرده، یعنی میشه نه اونقدر تیز، نه همه وقت تیز های میگیدی. این یک. و
از کجا شما همون وزارت فهمیدین که در اونجا همون آدم الان تیز حرکت استفاد، یعنی صورت حرکتش بلند و در حالتی که ماشین دولتی یک رهبر یک ولایت میبره، البته که 100% ابسلوژونی یعنی خدمت رسانی و ماشین تعمیر و ترتیب و از آن جمله راننده او انسان گویم همه وقت از کنترل میگذره، باید کنترل داشته باشید. شاید شما در نباشه نمیدونم، یعنی همه وقت گویم که پیش از او دولینی او سنجیده میشود، بگیم پورا فشارش و خونش و نوشیدن و ننوشیدنش و یعنی بسیار حالت او حالت عصبانی و سنجیده میشود که برای که او انسان یک رهبر میبره، یعنی او یکون گوسپند نبرده ایستاده است. و از کجا شما گفتین که همون آدم رانندش از عهده نبرآمد؟ آیا امکان نداره که یعنی که این ترور بود بر او انسان؟ شاید جایی بود که شما حکومت یعنی چیزهای نصب کرده بودین که غیر اختیار شفیار میشید ماشین در حالت رفتن، یعنی اینکه در دست شما بود، یعنی ابسلوژ و نیو یک اوستای عادی ابسلوژ نمیکنه، اون بگه مخصوص گراژ های خودتون است، مخصوص ماشین های دولتی ها ابسلوژ میشود. تا کجا گارانت داره که همین مسئله ترور نبود؟ همین مسئله آن نبود که شما بعد از استفاده بردن کار خودتان بدن را ترور نکردید. بیغرض از خودتون غیر خودتون بگیم دیگر انسان ها را اجازه بردن همین تفتیشات اجازه میتین که دیگر انسان ها بیاین حالت ماشین بسنجن، حالت وقت بسنجن، صورت ماشین بسنجن که کدام صورت حرکت میکرد ماشین. خب یعنی این چیزا را ببینن که تا کجا در روز روشن راننده از راه میبرایه میروه، تا کجا شب باشه میگوی خیلی خوابش برد، راه خوب ندید، نمیدانم یک حالت دیگر شد، اما در روز روشن چه خیلی یک انسانی که رهبر یک ولایت میکشه بگیم در این حالت میزنه، یا راننده شما پروفیشنال نبود، یعنی تیار نبود. مشکلی سری چه بود که یعنی در این حالت آمد زد. و رمضان رحمزاده سیمین یتیم در حال برآمدن گفتن که سرعت حرکت ماشین بلند بود، راننده ماشین از عهده برآمده نتونست، بگیم همین حالت شد. اولین چیزی که رهبر شیشتگی است در اونجا، رهبر یک ولایت و بگیم معاون او شیشتگی است و عائله او قطعی فرزندش است، یعنی که خودی همون رهبریت همون انسان خیلی اجازه میده که در این صورت حرکت کردن ماشینه. شلار یک رهبر باشه میگه که برادر عزیزم این مسئله مثال تیزی بد است، احتیاط باش، واسطه که تو گوسپند نبرده ایستادی، اینجا رهبر است،
як инсоное ки дар сохтори қудратӣ дар кор ронанда гирифта мешавад дар давлатӣ, ӯ инсонҳо хеле таҷрибаи ронандагӣ доранд. ӯро хеле меомӯзанд ки ӯ инсон чӣ тар бояд биронад. ҳамин тар меронад ки раҳбаре ки шиштагӣ аст бояд дар шикамаш овуш наҷинбад. яъне аз куҷо гирифтем шумо ки ӯ аз роҳ биромад рафт? ман 100% мегӯм ки ин террор буд. ин террор буд вақте ки ҳамон масъалае ки кори ҳукумат ки буд шид ва дар ҷои ӯ дигар инсоне ки пайдо кардан, безарар кардан ира террор кардан 100%. ҳоле бигем сахт ҷустуҷӯ кунем, агар ира мо пайдо мекунем террор буданша, не ки алон дора ҳукумати Тоҷикистон яъне ин чиза ошкор намекунад ва иҷоза намедиҳад. дар сурати ғайра террор будани ин чиз 100% маълум аст. ва ҳамчунон дина дар ҳамин Полшаям як оппозитсионер дар ҳамин тарафи Белоподлянска мегӯяд, як оппозитсионери рус, як ҷавони рус ки мухолифи мухолифи Путину, мухолифи ҳамин ҷанги Украинаву Россия буд ва ӯ ҷавон ҳам дар рӯзи рӯшан аз тарафи террористоне ки аз ҳукумати Русия сафарбар карда шуда буданд, дар рӯзи рӯшан дар роҳ паронданд ва гӯем куштанд. дар рӯзи рӯшан яъне террор карданд. ки ӯ як рассом буд ва рассомҳои гӯем ҳаҷвии ки ҳамон Сталину, Путину, Ленину ҳаминҳоро гӯем расм мекашид ва ӯро террор карданд. дар рӯзи рӯшан ҳама мардумаш ӯро омада паронд. яъне ин террористони бо номи ҳукумат ки доранд ҳаракат мекунанд ё намефаҳмам ҳастанд, инҳо танҳо ҳамон номаш ҳукумат аст. инҳо террористои рақами 1 ҳастанд. инҳо ҳар киро хоҳанд қатл мекунанд, мекушанд. боз инҳо ангушти ишора ба Толиб нишон метиҳанд ки инҳо мегӯянд ки намедонам толибо ганда ҳастанд, толибо террорист ҳастанд. аз толибон дида бадтарин террорист инҳо ҳастанд. коли то ҳамин рӯз ҳеҷ кас ягон толиб ҳаракат накардааст рафта дар кишвари дигарҳо рафта касеро кушад. ҳар ҷанги ҷудол аст, дигар ҷанг аст, мардонавор дар майдон аст, биё бизанем, мега биза биги ё бизанам бигирам. аммо ин сиёсатҳои ин террористони мушсифатҳо, инҳо дар ҳар ҷо террор мекунанд инсона. толиб ҳар ҳолат дошта боша мард аст, дар майдон аст, яъне мисли муш рафтор намекунад. толиб мардона рафтор мекунад. мард аст, дар майдон аст. вале мо надидем дар ҷое ки толиб дар Фаронса касеро террор карда боша. мо надидем ки толиб дар Аврупо касеро террор карда боша. мо надидем ки толиб медонад ки душманош дар Тоҷикистон чӣ қадар худи ҳукумати Тоҷикистон дора, онҳоро парвариш мекунад дар Тоҷикистон. яъне мо надидем ки боре ҳам гӯем ки толиб ҳадду ҳаракати гӯем ки ҳамон
террор کنه در همین کشورها اومده. اما این تروریستان مشصفتانی که با نام حکومت هستند، با نام رهبر هستند، اینا واقعا در کل دنیا ترور کرده مردمش. خلق در کل دنیا ترور کرده. اینا بی‌رحمانه دارن در همون وطنشان هم میکشن، بیرون از وطنشون هم میکشن. ترور کردن است. دیروز دینه در اونجا رئیس بدخشان رفت، خودمختار، ولایت خودمختار بدخشان. یک روز پیش در اینجا یک رسام ترور کرده. از همین لحاظ اون حکومت هایی که با نام دموکراتی هستند در تن یک سرود هم داره که در تن جامعه الچه میگه. او انسانایی که جامعه و لباس دموکرات پوشیدن، این معنای او را نداره که اینا دیگر انسانای دموکراسی هستند. نه، اینا بدترین تروریست مشصفتان هم اینا هستند که مردانوار برای انسان نمیآیند و پنهان میآیند از پشت تو تیر میکشایند. یعنی از پشت تو تیر میکشایند. این نامردا هستند، این با نام حکومت ها. ولی الان هم یک صبح خسته یک عالم مجازی را چی خبر است؟ با نام یک عالم تاجیکستان میگه که رستم امامعلی از بعضی اکادمیک ها دیده بالاتر است. این نوار فکر کنم پیشتر است. فهمیش مفکوره ای قدر بالا است، میگه اکادمیک ها ندارن. اگر که او انسان دا درست رفته فهمانند که یمین تا جایهای تاریخی ما، یعنی همون از روس ماندگی چایخانه راحت و یعنی همون جای بینای چیز بود پوشکین و اگر اینها را میگه فهمانند، رئیس اجازه چپه کردن را نمیتاز. بس که رئیس شهر ما فرزند رستم امامعلی بسیار یک انسان مفکوره دوراندیشی از اکادمیکا بالا هست. میگه وقتی که تصور کنین که یک انسان از اکادمیکا فهمیشش بالا باشه، بسیار دوراندیشی زیرک باشه، از آن جمله رئیس شهر باشه، رئیس مجلس عالی، مجلس ملی باشه و او انسان شهر بدگی تئاتر پوشکین، همون بینای پوشکین و بینای چایخانه و بینای پارلمان گویم تاجیکستان که روس ها ساخته بودن با چیزی روسی بود، همون چپه شده استوده است. این نمیفهمیده است. برای این با فهماندن در کار بوده است. برای یک اکادمیک، برای یک انسانی مفکوره دراز داشته، برای یک انسانی که نمیفهمم رئیس شهر دوشنبه پایتخت و رئیس مجلس ملی، اما برای او باز فهماندن در کار بوده است که همین بینا و همین بینای پوشکین و بینای چایخانه و بینای پارلمان تاجیکستان این برای ما جای تاریخی است، از روزها میراث است، نباید ما ایره چپه کنیم. انا همین چیزا فهماندن در کار بوده است، نه که همین نمیفهمیده است. من نمیدونم این تو کجا هستین شما، این چی تفکر دارین شما، نمیدونم در کجا کلان شدین. یک انسانی که عالم باشه، تفکر باشه، مفکورش از اکادمیکا بالا باشه، باز بالای او رئیس شهر باشه که در اون شهر باز بنا تخریب شوه، رئیس مجلس ملی، مجلس عالی باشه، 5 تا عنوان داشته باشه و 5 مسئولیت داشته باشه که نفهمه که همون بنا چپه شویش چی است. من دیگر حیران شدم پیش شما. یعنی این یگان بیعقل است یا که عالم است؟ یک انسان عالم، یک رهبر یک شهر باید دونه در شهرش چی گپ است، باید دونه که یک
چی ایستاده است باید بشوه یا نشوه. مردم برای پیشنهاد داره و او انسان از تفکر خود قبول یا رد کنه. برای باز دیگر انسان ها اومده به او بگه که رئیس همیر چپه کردن در کار است یا همیر نک رئیس این تاریخی است. بعد رئیس بگه که ها تاریخی است و نکنیم بکنیم، نه نکنیم. برای او توصیه دادن در کار است. یعنی تا اینه مفکوره اومده رسیدن، تا اینه مفکوره مردم ترور کردن. اینمی است، اینمی ها. هیچ از اینا دیگر جدایی کرده نمیشه. من نمیدونم، نمی بسیار ببخشید، می رستم امام علی را همین صبح همین خیلی کردن همون نوار، مثل همونه که این همین گو میپره، نه که خودش نمیدونه که میپره. اگر همین گو بدونه که پرواز کرده میتونه، همین گو پرواز میکنه، نه که همین گو حقیقتا پرواز میکنه. یعنی عیناً همین گپ شده است. رستم امام علی عالم است، از اکادمیکا مفکورای بالا داره که اون مفکورایی که رستم امام علی داره اکادمیکا نداره. رئیس شهر دوشنبه هست و رئیس مجلس ملی مجلس عالی است. این قدر مفکورش بالا داره نه که نمیفهمه که همون بینو تاریخی است یا تاریخی نیست، یا بیسته یا چپه شوه. مثل همون میگم خو یک گپی عادی که همین گو میپره، نه که نمیدونه که همین گو میپره. اگر که بدونه که همین گو بپره می پرواز کرده میتونه، انی خمی گو پرواز میکنه، نه که گو پرواز میکنه، واقعا گو پرواز میکنه، فقط نمیدونه که همین گو پرواز میکنه. اینمی سوال شده موندگی است. نه که من میگم که گو میپره، فقط همون گو نمیدونه که میپره. اگر بدونه که میپره پرواز میکنه، نه که همون گو پرواز میکنه. نه که من میگم که من دیدگی هستم که گو پرواز میکنه. من براتون وعده میتم و اثبات هم میکنم که من الان اثبات میکنم که گاو میپره. شما میگین نه نمیپره، من میگم گاو میپره، نه که خودش نمیدونه که میپره. اگر خودش بدونه میپره پرواز میکنه. من با چشمام دیدگی هستم که گاو میپره. من واقعی میگم این گپا، واقعا من میگم من دیدگی هستم. من بنده دیدگی هستم، با چشمام پریدن گاو دیدگی هستم. همین قدر پرید که ای همون بالای جر پرید اومد زد در زمین، جانش برآمد. یکی هم گفت نمیدونیش که از همونجا میپره. میدونی؟ یعنی عیناً رستم امام علی در همین سیتواسیون است. عالم است، دانا است، رئیس است، رهبر است، رئیس تصمیم گیرنده پلات بالای مجلس ملی است. یکی نمیدونه، نمیدونه که نمی چیز تاریخی است. اگر بدونه اجازه نمیده. در پیش او درآمدن در کار، فهماندن در کار. یک انسان عالم ده کی باید بفهمونه؟ کی؟ همون میگه اطراف بدگی باید در رئیس درست فهمانند در آمده. آخه این قدر عالم است، این حجت به فهماندن چی داره؟ اگر این قدر دانا باشه، این قدر عالم باشه، حجت به فهماندن در چی است؟ همین خیل انسان ها را این همین خیل آدم ها آوردن رهبر کردن و این همین طرز توصیه و تعریفی بر دروغ دادن و مردم باور کرده ایستادن که واقعا رستم امام علی بسیار یک انسان عالم است. فقط اطراف بدگی و گناهگار است که با او انسان خبر درست نمیبرن، فریب میکنن. عالم فریب دارن، خلق در همه باور است. و امام علی رحمانه مردم همه خیل آوردن که در پیش رئیس جمهور
اطرافش جزیره است، خودش آدم خوب است و مردم به همین باور آمدن که او انسانی دانا است، با عقل است، خوب است. اطرافش خوب است، او را فریب کرده ایستادن. این انسان خودش عالم است، این انسان سیاستمدار است، نه که اطرافش او را فریب کرده ایستاده است. او خبر نداره چی شده ایستاده است. برق مردگی در تاجیکستان، میگه اگر همین پرزیدنت خبر بیاوه که این برق کشته استن کو، او خودش میدونه چیکار کنه، او خبر نداره. میگه یعنی بر همین بر دروغ ها یک حکومت ساخته آمده است و همین انسانایی که همین مفکوره دارن مردم فریب میکنن، اونا میدونن که یک تروریست پرورش کرده آمده ایستادن. هر انسانی که در تاجیکستان سر بالا میکنه او قتل کرده میشه و زندان میشه. هر انسانی که اذان میته زندان میشه و سطر میکنه زندان میشه و نماز میخونه زندان میشه و حج میره و زندان میشه و نمیدونم همین چیزی که برای امام علی معقول نیست برای او زندان میشه. در تاجیکستان قانون وجود نداره. او قانون یک گپی است که نمی در مردم فریب کردن که ما قانون داریم. در تاجیکستان قانون جنگل است. هر کی را تانه خوردن میگیره، کی زور است به جانوش میخوره. در اونجا هیچ یک قانون دموکراس یعنی هیچ چیز وجود نداره. نه قانون سوسیالیست وجود داره، نه کمونیست وجود داره، نه دموکراسی وجود داره، نه دینی وجود داره، نه دنیوی. هیچ چیز وجود نداره. قانون فرمان است در اونجا. هر چیزی که نبیره امام علی هر کسی ده که فورد فرمان بده تا امروز یک اولاد رحمانوف جنایت کردگی نیست. تصور کنید 35 ساله که تمام تاجیکستان را جنایت کردن، دخترها را تجاوز کردن، هر کاری که کردن، ترور کردن، قتل کردن، کشتن، همه کار کردن، یک دانه دلای جنایی در اولادای رحمانوف وجود نداره. یگان اولادش، نه از طرف زنش، نه از طرف خودش، نه از طرف خاله و ماما و بیبیش، هیچ کس جنایت نداره. ترما پری مردم غریب جنایتکار هستند. مردمی که در شکم نان ندارن جنایتکار هستند. خدایار مددگارتون باشه. بگیم تعزیه ما با نزدیکان و تمام بگیم که مردم بدخشان هم بگیم اشتباه نمیکنیم که فرزند بدخشان بود، خوب بود، بد بود، هر چیزی بود نبود، انسان گوناگون میشه اما خونی بدخشانی بود از شما بود و کل مردم نزدیکان خصوصا نزدیکان و تعزیه بیان میکنیم و این در دیگر سیاستمدارا یک آگاهی باشه که مثل غفار سیدایی، یعقوب سلیم و غیره ها که از ازل یعنی شما یک مهلت داره، همون در سیاست یک مهلت دارین، در همین چیزی رحمان دور نمیره. یک مهلت بعد باید شما یعنی همون کاری که انجام میشه و خلاص میشه و شاهدان باید نابود شد. از آن جمله غفار سیدایی، یعقوب سلیم، سنگک سفر، هزارها انسانایی که بودن تا شما و در به همین تقدیر نابود شدن و امروز هم ما دیده ایستادیم به کدام تقدیرها نابود شده ایستادن. عبدالحلیم نظرزاده بود و کیا بودن، جنرال های خودشون قتل کردن کشتن، مارشال های خودشون قتل کردن کشتن با تهمت همین تروریست اکستریمیست بودنش، تغییرات دولت و غیره تهمت ها. و امروز اینه اصولی که از بین بردن که رئیس بدخشانه و در جای دیگر کس میاد باز اونم تا یک استفاده بردن است و کل شما یعنی که یک سیاستی هست که خودخور خودتون خورده رفتن میگیرین. یک ادمین در جاتون دیگر هم میخرین، دیگر ادمین. سیاست استالینی است. استالین همین سیاست داشت. یک بار ببینین
ҳамаш якдигариша хӯрдагӣ аст. Петров Хрушёва, Хрушёв Петрова, Елсин Сталина, Сталин Елсина. нигоҳ карда биёед ки ман якам сарбанук гуфтам номои ҳамаи ӯра. аз ҳамун боло нигоҳ кунед. Ленина Сталин нобуд кард. Сталина ки буд баъди омадагӣ? Фалониш нобуд кард. Фалониша Хрушёвша, якеша Хрушёв, Хрушёва Андропов, Андропова. бибинед ҳамаи ҳамин якдигара кишта. ҳамаш МВДш КГБша мекишт, КГБш МВДра мекишт. ҳама якдигара, ҳама дар ҳамин замони сиёсати Сталин ҳама ба якдигар, яъне ҳамаи маро бо гӯё ки душманӣ ба миллат қатл кардан кишта. ва имрӯз ҳамун сиёсате ки ҳамун душмани миллат киштан дар ҳамин Тоҷикистон қарор дорад. ҳама душмани миллат аст. яъне ин сиёсат оқибаташ хуб нест. то чапашидан ҳама якдигаритонро хӯрдан мегиред. боқӣ саломат сарбаланд бошед. ҳар касе ки дигар дар ин сиёсат вазиру раҳбар шидани аст, фикр кунад ки муҳлаттон буд мешавад, шумо душман мешед. хонатон обод.